ما روز 1 مارت 2020 در شهر نووسیبیرسک با یک گروه از اعضایان فعال جمعیت روسی تاجیکی دوستی ولایت تامس برای گذراندن انتخابات نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌نماییم و رأی خود را به نامزد ارزنده خود می‌دهیم. برای شفافیت انتخابات گفتنیم که اگر شفافیت انتخابات معلوم نمی‌بود آبادی و پیشروی کشور به نظر نمی‌رسید. شکر که امروز دولت تاجیکستان در عرصه بین المللی جای نماینده را اشغال نموده، روز از روز زینه به زینه به سوی پیش و به سوی آبادی رفته ایستاده است. انتخابات برای ما اولا خودشناسی، وطن شناسی و پیشروی هر یک فرد کشور و دولت تاجیکستان را نشان داده، به قدر وطن و ملت و یک خاک وطن رسیدن را نشان می‌دهد. ما انتظار از انتخابات امساله و انتخابات‌های گذشته آن بودیم و آن هستیم که این نامزدهای ارزنده که ما انتخاب می‌نماییم برای پیشرفت صلح و ثبات و پیشروی در کشور عزیزمان سعی و کوشش نموده، به ما راه آزادی، راه پیشروی، راه یکدیگر شناسی را تقدیم می‌نمایند.